خدا وکیل یک سوال، اگر حق انتخاب داشتی بین این و این مگه باز همین انتخاب نمی کردی؟ کارو بگی؟ همه اباحتش اومد اقتدار دیدی خودش هم گفت. بعد یک چیزی، مگه یک سازنده، یک ماشین ساز، یک کمپانی چقدر میتونه به تو احترام بذاره یه همچین کابین دوکسی رو برات درست بکنه؟ این حرکتشو خیلی دوست دارم. درش که بسته میشه کلن دنیا از بیرون تموم میشه. موزیکای فابریک خودش. وای حاجی بعد میگید همه چی خدای من دوست بودن یعنی چی؟ همه چی پوله. ساعتش ساعت خیلی من ریدم خوبه، تو اون ماشینای پشت خیلی خوبه. وقتی جلوته